نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا محمد وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا أنت العليم الحكيم. در آغاز این سوره مبارکه در ارتباط با عدم موالات و دوستی نداشتن و دوستی نکردن با کفار خواندیم. خداوند به برای مسلمانانی سرزنش بیان فرمود، مسلمانانی را توبیخ کرد که با کفار دوستی برقرار می کنند. بعد از اون زجر الله عزوجل الگویی را معرفی می کند، اسوه عملی، نمونه عملی و الگوی بسیار زیبا که اون الگوی نمونه مقاطعه عن الکفار است، نمونه قطع رابطه با کفار است. و اون کی هست؟ سیدنا ابراهیم علیه و علی نبینا الصلاة والسلام. چنان الگویی هست که حتی با خویشاوندان درجه یک، با افراد درجه یک خانواده به خاطر ایمان، به خاطر دین قطع رابطه کرد، حتی پدرش را ترک کرد، تمام خویشاوندان را ترک کرد به دلیل اینکه اونها مشرک بودند، اونها شرک میکردند و ابراهیم علیه السلام موحد و مؤمن بود. لذا خدای عزوجل میفرماید این نمونه ها را و این الگوها را در زندگی خودتون داشته باشید. قد کانت لکم اسوة حسنه.
برای شما اسوه و الگوی زیباست فی ابراهیم، در ابراهیم و در حیات ابراهیم و زندگی ابراهیم، والذین معه، کسانی که با ابراهیم بودند، اذ قالوا لقومهم، کسانی که با ابراهیم بودند. یکی از اونها برادرزاده ابراهیم حضرت لوط بود. اونها به قوم چی گفتند؟ اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله. ای قوم، ما از شما هم بری و بیزار و از خدایان شما هم بری و بیزار. ما نه شما را دوست داریم و نه خدایان شما را دوست داریم. کفرنا بكم و بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء ابدا. این بیان اون براء هست، بیان اون تبرئه هست. چه تبرئه؟ کفرنا بكم، ما نسبت به شما، یعنی نسبت به آلهه شما، نسبت به خدایان شما کفر میورزیم، انکارشون میکنیم، اصلا اونها را قبول نداریم، باورشون نداریم. و بین ما و بین شما عداوت و بغض هست همیشه، تا زمانی که شما بر دین کفر و بر دین شرک باشید. تا زمانی که شما بر این مسیر کفر باشید، ما و شما با هم هیچ محبتی نداریم. بین ما و شما بغض، عداوت. حتی تؤمنوا بالله وحده، حتی که شما به خدای واحد ایمان بیاورید. بالله وحده معنی است به توحید، به یکتا پرستی، به یگانگی خدا باور کنید که خداوند در همه صفاتش، صفات الوهیت و در ذات یگانه هست. تا زمانی که شما این ایمان را داشته نباشید، ای قوم، ای ملت، ما هیچ نوع خویشاوندی و رابطه با شما نخواهیم داشت. الله می فرماید ببینید اینگونه باشید، اینگونه به خاطر خدا بر توحید محکم استوار باشید و بر علیه تمام دشمنان توحید استقامت کنید، نترسید. پس الگو کی هست؟ ابراهیم. الا قول ابراهیم، خداوند یک سخن ابراهیم را استثناء می کند. اونجا شما الگوگیری و الگو برداری نکنید. ابراهیم به پدرش چی گفت؟ لاستغفرن لک، من از خداوند برای تو آمرزش می طلبم. ابراهیم علیه السلام وعده کرد، باز به خاطر اون وعده برای پدرش دعا کرد. الله تعالی می فرماید در جای دیگه و ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا عن موعده وعدها ایاه. استغفار ابراهیم برای پدرش نبود مگه به خاطر وعده بود که با او وعده کرده بود. الا عن موعده وعدها ایاه. اما زمانی که خداوند گفت که ابراهیم برای پدر دعا نکن، این قرار نیست با ایمان بمیرد، این بدون ایمان میره، این بر قلبش مهر جباریت خورده. وقتی که این وحی به سوی ابراهیم آمد و وقتی که ابراهیم متوجه شد که بنا نیست پدر ایمان بیاورد، فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه، وقتی که مشخص شد که تا آخر این دشمن خدا میماند، ابراهیم از او بیزار شد، تبرأ منه، از او تبری جست. پس ابراهیم الگوی شماست. الا قول ابراهیم، این قولش را از این الگو برداری نکنید. کدوم قول؟ الا قول ابراهیم لابیه لاستغفرن لک. به پدر گفت پدر حتما برای تو از خدا آمرزش می طلبم، از خدا کمک می طلبم. اما اینو هم گفت، همون وقت مشخص کرد که من ابراهیم که پیامبر خدا هستم هم اختیاری ندارم، اختیار به دست الله هست. و ما املک لك من الله من شیء،
من مالک نیستم برای تو من الله، در دربار الله هیچ چیزی. سبحان الله. گاهی انسان به زندگی انبیا نگاه می کند، پی می برد که واقعا قدرت مطلق مختار کل فقط و فقط الله است. و همون چی که ما همیشه در توحید میگیم هرچی خدا بخواد او میشه و هرچی بندگان بخواد او نمیشه. ببین این انبیا به خاطر دین خدا رنج دیدند. ابراهیم به خاطر دین خدا تو آتش انداخته شد، به خاطر توحید ترک وطن و مهاجرت کرد، به خاطر رضای مولا فرزندش را ذبیح کرد، قربانی کرد. هیچ نوع ایثار و قربانی و از خودگذشتگی نبود که ابراهیم داشته نباشد. اما این پیغمبر خدا تمنایش اینه که پدرش ایمان داشته باشه. خدا نمیخواد. خدا که نمیخواد، هرچی خدا بخواد اون میشه، هرچی که پیغمبر بخواد نمیشه. از اینجا به حقیقت توحید پی ببرید. یا اینکه سیدنا نوح علیه السلام 950 سال، 1000 سال، 10 قرن همهش دعوت، همهش تبلیغ. این چقدر محبوب خدا شده. اما این پیغمبر خدا دلش میخواد پسرش مسلمان بشه، خدا نمیخواد. اون چه که خدا میخواد میشه، نه اون چه که پیغمبر بخواد نمیشه. رسول الله محبوب خداست، سید اولاد آدم است، امام الانبیا است. تا آخرین لحظات بر بالین عمویش می ایسته، عمویی که در طول زندگی او را خدمت کرده، ازش حمایت کرده. تمنای رسول الله اینه که عمو مسلمان بشه. تا آخر میگه عمو فقط بگو لا اله الا الله، من برات سفارش میکنم پیش خدا. فقط لا اله الا الله بگو. ابو جهل و دیگران اون تحریک میکنن، میخوای آخر ایمان بیاری. آخرین کلمه این که ابو طالب میگه در کتابهای حدیث در صحیح مسلم هست، میگه علی ملت عبدالمطلب، من بر دین عبدالمطلب میمیرم و میرم. پیغمبر ناراحت میشه. خدا میگه انک لا تهدی من احببت، اون کسی که تو دوست داری تو نمیتونی هدایت بدی، هدایت به دست ماست. پس ببینید انبیا حتی اگر چیزی بخواند و چیزهای بخواند نمیشه، اون چی که الله بخواد میشه. پس باید انسان از کی بخواد؟ از پیغمبر بخواد یا از الله بخواد؟ اینجا داستان ابراهیم واقعا نمونه خوبی هست از این جهت هم که ابراهیم پدرش را میگه من برایت سفارش میکنم، اما اینه میگه و ما املک لک من الله من شیء، من مالک نیستم پدر از خدا، یعنی در دربار خدا هیچ چیزی، فقط دعا میکنم. الله اگر مصلحت ببیند دعای پیغمبرش را میپذیرد، اگر نبیند نمیپذیرد. ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر. مناجات ابراهیم، بار الها فقط و فقط بر تو ما توکل کردیم، و الیک انبنا و فقط به سوی تو انابت میکنیم، رجوع میکنیم در کفایت مهمات امور. و الیک المصیر و فقط به سوی تو بازگشت است، این اعتقاد را داریم. این مقدمه مناجات است. علیک توکلنا، فقط بر تو توکل کردیم. این نگفتم در اظهار تبری، اینه که براءت جستم از قومم، از اونها بیزار شدم، هر خطری برای من باشه بر تو توکل دارم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین كفروا، بار اله ما را قرار نده فتنه برای کفار، ما فتنه ای نباشیم که ما را در فتنه قرار بدند و ما را در عذاب و شکنجه. واغفر لنا
ربنا بار اله ما را مغفرت کن انك انت العزیز الحکیم. بدون شک تو غالب هستی، هر کاری بخوای میکنی و کارهایت با حکمت کارهایت را خودت دانی، ما نمیدانیم. پس رب سبحانه و تعالی این پیامبر را به عنوان الگو معرفی میکند، پیامبری که این چنین مناجات میکند. بار دوم الله عزوجل میفرماید این برای شما الگوی خوبی هست. لقد کان لکم فیهم اسوة حسنه، همانا برای شما هست در این پیامبران، این انبیا الگوی خوب زیبا. البته این الگو برای چه کسی هست؟ این نمونه عملی لمن کان یرجو الله والیوم الاخر، برای کسی که امید ملاقات الله را دارد. یا بعضی گفتن یرجو الله اینجا به معنی یخاف الله هست، برای کسی که از خدا بترسد و از پاسخ دادن روز آخرت بترسد، والیوم الاخر. و من یتول فان الله هو الغنی الحمید. پس این همه نمونه ها برای چی بود؟ برای اینکه ما با کفار دوستی داشته نباشیم، صمیمیت و دوستی قلبی داشته نباشیم. بعد از این الله میفرماید، بعد از این توضیح، و من یتول، هر کسی که دوستی بکند با کفار، خداوند هم از او بینیاز. البته جزا مقدر است، فاف الله. بعضی مفسرین گفتن فاف الله، واقعا برای او جای تأسف است، اف بر او که او باز هم دوستی میکنه با وجود این همه توضیحات. فان الله هو الغنی الحمید، این علت جزا است. خدا نیازی نداره به دوستی او بره به طرف کفار. خداوند هم از او بینیاز است و ستوده شده است. در این آیات و آیات دیگر حتما به این نتیجه رسیدیم که موالات با کفار و دوستی با کفار خیلی مذموم است، بسیار ناپسندیده است و مسلمان باید سخت بر حذر باشد، بدور باشد. بالخصوص اون دوستیه که در قلب انسان اثرش باشد و انسان واقعا کافری را دوست داشته باشد. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده. کسانی که ما در این آیات خواندیم خداوند اونها را توبیخ فرمود، مثل این صحابی بزرگوار حاطب بن ابی بلتعه رضی الله تعالی عنه، و خداوند سرزنش کرد به خاطر ارتباط مخفیانه با مشرکین مکه. بعد از این توبیخ و سرزنش اینجا خدا مژده میده، بشارت میده، میگه که وعده الهی این هست. عسى الله، قبلا خواندیم عسى از افعال مقاربه هست، اما وقتی که نسبتش به سوی خدای عزوجل باشد به معنی وعده میاد. وعده الهی این است. اون وعده که خدا میده در این آیه چیه؟ اینه که این کفاری که خدا به شما میگه باشون دوستی نکنید و دشمن باشون باشید، در همین نزدیکی ها بین شما و بین اونها مودت و دوستی همیشگی خواهد بود. همیشه شما با هم دوست میشید. چطور؟ خداوند داره مژده میده که اونها مسلمان میشند، اونها مسلمان میشند. چنانچه شد. بعد از همین واقع بود که رسول مکرم صلی الله علیه و سلم لشکر را حرکت دادند، به طرف مکه رفتند و هرچی که اهل مکه فرستاد ابو سفیان را بیرون مکه آمد، جلوی راه آمد که شما حمله نکنید، نیایید. آخر ابو سفیان آمد و خودش مسلمان شد. اولین کسی که در این جریان مسلمان شد و پیشا پیش آمد خود ابو سفیان بود. و بعد پیغمبر خدا گفت پس برو تو خونت بشین و هر کسی پیش تو بیاید اون امان دارد. بعد از اون دیگه مکه بدون خونریزی، بدون جنگ، بدون مقاومت تسلیم شد. همه تسلیم شدند، مسلمان شدند، مگر تک و توکی که گریختند و فرار کردند، بقیه مسلمان شدند.
لذا الله می فرماید عسى الله، این بشارت است، عسى الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم موده. وعده الهی است که قرار بدهد بین شما و بین آنانی که عادیتم منهم، دشمنی کردید با اونها، بین شما چی قرار بدهد؟ مودت، محبت، دوستی. والله قدیر والله غفور رحیم. خداوند عزوجل قدیر هست، قدرت دارد، هر کاری میکند. برای رب هر کار آسان است. هدایت سرسختترین دشمن، هدایت تاتارها که آمده بودند مسلمانان را قلقم بکنند و تا یک حدی هم کردند، آخر همین قوم دوباره خودشون هدایت شدند، خودشون مسلمان شدند. لذا هدایت برای الله چیه؟ آسان هست. والله غفور رحیم ترغیب توبه هست. اگر این دشمنان رجوع کنند به سوی الله، الله عزوجل بخشاینده و مهربان است. خب حال وقتی که مودت و دوستی صمیمی با کفار ممنوع هست، آیا مطلقاً روابط هم ممنوع هست؟ من درس کردم مراد از دوستی صمیمیت است، محبت قلبی هست. اما روابط قانونش فرق داره، بستگی داره که ما با کفاری که میخوایم رابطه داشته باشیم، چه رابطه سیاسی، چه رابطه تجاری، چه روابط دیگر فرهنگی، بازسازی و غیره، کفار کیا هستند؟ اگر کفار کسانی هستند که با ما در حال جنگند، با ما تنها کشور مسلمان که امروز کشورها جدا جدا شده مراد نیست، بلکه با ما مسلمان ها هر جا مسلمانی باشد. الان مثلا خدمت شما عرض کنم که حکومت میانمار با ما در حال جنگ است، برادران و خواهران ما را اونجا به فظیع ترین وضعیت داره شهید میکنه. خب با این نوع حکومت حالا برای ما یا برای حاکمان مسلمان جایز نیست ارتباط بگیرند، جایز نیست رابطه داشته باشند، هر نوع رابطه سیاسی، تجاری و غیره. خداوند اینجا مشخص میکند با چه گروهی از کفار شما رابطه داشته نباشید و با چه گروهی از کفار رابطه داشته باشید. الله میفرماید لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین. الله شما را منع نمی کند، باز نمی دارد، نهی نمی فرماید از آنانی که لم یقاتلوکم فی الدین، در امر دین با شما درگیر نیستند، ولم یخرجوکم من دیارکم، و همچنین شما را بیرون نکردند از بلادتان. شما را خدا منع نمی کند ان تبروهم، لا ینهاکم، کم مفعول اول است، خدا شما را منع نمی کند. ان تبروهم به تعویل مفرد ان مصدریه است، مفعول دوم است، از نیکی کردن با اونها. ان تبروهم، این که با اونها نیکی بکنید، و تقسطوا الیهم، نسبت به اونها قسط و انصاف داشته باشید. خدا شما را باز نمیداره، نسبت به اونها خوب باشید. اینایی که خیلی از کشورها هستند غیر مسلمان هستند، نه با ما جنگ دارند، نه با برادران ما درگیر هستند، نه از کشورهای ما کشوری را اشغال کردند، به جای خودشون نشستند. خب برای ما اشکال نداره رابطه با اونها داشته باشیم، تجارت، سیاحت، هر نوع روابطی. بله، ان الله يحب المقسطین، خداوند انصاف و عدالت را دوست دارد. سبحان الله، چه خدای عادلی هست که به ما دستور میده در رابطه با دشمنان او هم ما منصف باشیم، عادل باشیم، اونجا هم ظلم نکنیم. تقسطوا الیهم، با اونها چی کنید؟ با انصاف معامله و برخورد کنید. مسلمان نباید تو کارش خداع باشد، فریبکاری باشد، ظلم باشد. باید مسلمان صاف و شفاف باشد، عادل و
از کنن که مقسط باشد. خدا مقسطین و اهل عدل را دوست دارد. خب خداوند شما را باز می‌دارد با چه کفاری دوستی داشته نباشید؟ انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین، جزی نیست که خداوند شما را باز می‌دارد از آنانی که قتال کردند، جنگیدن با شما در دین، یعنی در مسائل دینی با شما مشکل دارن، جنگشون به همین خاطره. امکان داره مثلا یک کشوری از کفار با یک کشوری از مسلمان ها مشکل دینی و جنگ مذهبی داشته نباشد، مثلا جنگ اسلام و مسیحیت نیست، ولی روی یک جزیره اختلاف دارند، روی یک تکه زمین اختلاف دارند، یا روی مسئله تجاری با هم اختلاف دارند. اون فرق میکنه وقتی که جنگ دینی باشد. انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین، جز این نیست که الله من میکند شما را، من میکند یعنی شما دوستی نکنید، محبت و مودت داشته نباشید. عن الذین قاتلوکم فی الدین، از آن کفاری که با شما در امر دین جنگیدند. و اخرجوکم من دیارکم، و همچنین اون کفاری که شما را بیرون کردند از دیارتان، با اونها دوستی و موالات نباشد. یا اینکه خودشون نجنگیدند، خودشون بیرون نکردند، پشتیبانی کردند. این کشورها اتحادیه ها دارند، مثلا یک اتحادیه هست به نام ناتو، الان 17 کشور 18 کشور هر چند کشور هستند، یکی که با ما بجنگه بقیه همه پشتیبانی میکنند، یا نیرو بهش میدن یا مالی. لذا وظاهروا علی اخراجکم، همینه که بر اخراج شما اونا هم حمایت میکنند، پس اونا هم معاندین شما، اونا محارب شما هستند. پس خداوند شما را باز می‌دارد که چی؟ ان تولوهم، با اونها دوستی کنید. ان تولوهم مفعول دوم است. و من یتولهم فاولئک هم الظالمون، کسی با این نوع کفار دوستی بکند، کفاری که با ما در حال ستیزند، در حال جنگند، اینها ظالمند. پس در واقع این قوانین متوجه حاکمان مسلمانند که حکام مسلمان در روابط خودشون باید ببینند کدوم کشور طرف مقابل. اگر واقعا حاکمان این دستورات را رعایت کنند، اون وقت بر مسلمانان در تمام دنیا ظلمی انجام نمیگیرد. اگر یه متجاوزی میاد تجاوز میکنه و یک کشوری را اشغال میکنه به ناحق، همه کشورها اسلامی با او قطع رابطه بکنند، هم قطع رابطه سیاسی هم تجاری. آیا مشکلی پیش میاد؟ قطعا او تنبیه میشه، ولی متاسفانه این دستورات خدا هیچ جا اجرا نمیشه تا اینکه مظلومین در امان بمانند. یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. اینجا خداوند دستوری صادر میفرماید در رابطه با زنانی که از دارالکفر میگریزند و مسلمان میشن پیش ما میاد. خب یک قراردادی بود بین رسول الله صلی الله علیه وسلم و کفار مکه در حدیبیه که اگر کسانی از مکه آمدند و مسلمان شدند به مدینه، پیغمبر باید برگرداند و اگر برعکس شد اونا بر نگردانند. خب مردانی که آمدن پیغمبر برگرداند، اما زنان آمدند. خداوند راهنمایی میکند که قرارداد شما بر مرد بوده، بر زن نبوده، اونجا قید زن نبوده، لذا شما زنها را بر نگردونید. زنی که مسلمان شده آمد، اون زن را شما نگه دارید. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اذا جاءکم المؤمنات، هرگاه زنان مؤمنه پیش شما آمدند، مهاجرات، در حالی که از دارالکفر هجرت کردند، اولین کاری که میکنید فامتحنوهن، این حکم اول است، اول امتحانشون کنید. ببین امتحان بکن واقعا مسلمان شده آمده یا نه هدف دیگه دارد.
بعضی امکان داره برای تجسس جاسوسی بیان، بعض امکان داره که به خاطر هدف شخصی آمده، مثلا با شوهرش اونجا مشکل داره، با شوهرش درگیره، لذا از پیش شوهر گریخته آمده، یا اینکه نه اینجا در دارالاسلام عاشق کسی هست، دنبال این هست، همون مهاجر ام قیس مثل اونه که این آمده که اینجا با کسی عقد کنه. پس اول امتحان کن به این خاطر، بعد از اینکه مطمئن شدی که نه این به خاطر حفاظت ایمانش آمده. الله اعلم بایمانهن، بازم امتحان شما عمیق نیست، الله بهتر میداند ایمان اونها را واقعا ایمان واقعی داره یا نداره. این در واقع اشاره به اونها است که اگر اخلاص داشته نباشید خدا میدونه. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ. بعد از امتحان اگر شما آنها را مؤمن دانستید، یعنی مؤمن تشخیص دادید، فلا ترجعوهن الى الكفار، اونها را بر نگردانی به کفار. این حکم دوم، دیگه بر نگردان. چرا بر نگردان؟ لا هن حل لهم ولا هم یحلون لهن. درستی این زنی که اینجا آمده به عنوان مسلمان آمده، این زن اونجا شوهر دارد، مثلا در دارالکفر، ولی از این به بعد این زنان برای اون شوهران حلال نیستند و اون شوهران هم برای این زنان حلال نیستند. چرا؟ چون دو تا اختلاف پیش آمد، اختلاف دین و اختلاف دار. دار یکی دارالکفر، یکی دارالاسلام. شوهر تو دارالکفر مونده، زن آمده دارالاسلام. شوهر کافر از زن از مسلمان. این دو چیز باعث میشه که نکاح قطع بشه، اینا خود به خود نکاحشون به هم میخوره دیگه. اینا زن شوهر نیستن، این برای اون حلال نیست، اون برای این حلال نیست. این حکمه. لا هن حل لهم ولا هم یحلون لهن. نه آنان برای، نه این زنها برای اونها حلالند و نه اون شوهرها برای این زنان. پس چیکار کنید؟ اگر کسی خاص با این زنی که اینجا آمده مسلمان شده، خب اینجا شما نگاه میدارید، کسی خواست باش ازدواج کنه بعد از عدتش تمام بشه، یه وقتی حامله نباشه از اون شوهر، بعد از عدتش اگر میخواست ازدواج بکنه اشکالی نداره، نیازی به طلاق نداره. همین که آمد تفریق و جدایی ایجاد شد. پس و آتوهم ما انفقوا، به اون کفار بدهید اون چه که خرج کردند. منظور اینه که یک مرد مسلمان اینجا با این زن چی میکند؟ ازدواج میکنه. خب اون کافر اونجا که این زنش بوده $5000 مثلا مصرف کرده برای اینکه با ازدواج کرده، برایش هزینه کرده. خب هرچی اون خرج کرده منظور مهریشه، اون مهریه را به اون بدهید. در صورت میدهیم مهریه را که بین ما و اونها معاهده باشه، جنگ نباشه، حربی نباشند، بلکه چی باشند؟ مستأمن باشند. اگر در حال حرب بودیم، در حال جنگ بودیم که نمیدهیم. و آتوهم ما انفقوا، اون چیزی که اونها خرج کردن بهشون بدهید. ولا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا آتیتموهن اجورهن، بر شما ذره گناه نیست اینکه این نوع زنها را نکاح کنید. اذا آتیتموهن، وقتی که بدهید به این زنها مهرشان را. خب این در صورتی بود که زن کافر گریخت و اینجا آمد. اگر خدای نکرده برعکس شد، زن مسلمان از اینجا فرار کرد و رفت به دارالکفر، اونجا خویشاوندانی داشت یا اونجا پناهنده شد و از اونجا اعلام کرد که من العیاذ بالله مسیحی شدم، خود به خود بین اون زن و بین این شوهر تفریق ایجاد میشه، جدایی ایجاد میشه. لذا میفرماد ولا تمسکوا بعصم الکوافر، شما هم چنگ نزنید به عصم جمع عصمت است، اینجا مراد نکاح است.
اینجا مراد چیه؟ نکاح هست. به نکاح زنهای کافره، یعنی زنی که از پیش شما گریخته و کافر شده، بین شما و او نکاح هست، شما دیگه به اون متمسک نشید، به اون نچسبید، اون دیگه از عقد شما در آمد. واسألوا ما انفقتم، از اونها بطلبید، از کفار، در صورتی که بین شما و اونها مصالحه است، حربی شما نیستن، با اونها جنگ و ستیز ندارید. از کفار چی بخواهید؟ اون چه که خرج کردید، هزینه کردید، بگید آقا این زن فرار کرد اونجا آمد، هزینه های منو بدید. ولیسألوا ما انفقوا، اونها هم باید هر چه خرج کردند از شما سوال کنند. ذالکم حکم الله، اینها دستورات الهی اند. یحکم بینکم، بین شما فیصله می کند. والله علیم حکیم، خداوند خوب میداند و در کارهای الهی حکمت هاست. پس شما دستورات خدا را، اوامر خدا را که مملو از حکمت هستند، پر از حکمت هستند، شما به اون دستورات عامل و پایبند باشید. این دو قانون، یکی که زنی اونها آمد، یکی که زنی از اینجا رفت. سوم، و ان فأتکم شیء من ازواجکم الی الکفار فعاقبتم، اگر از زنان شما، از همسران شما فوت شد، از شما فوت شد، اینجا به معنی گریختن است، گریخت، از دست شما فوت شد، از دست شما رفت، به سوی کفار رفت. خب دیگه از دست رفت، از کفار نفقهش را میخواهید، مهرش را میخواهید، همونا نمیدند. فعاقبتم، فعاقبتم دو معنا داره. یکی این که از عقبه هست، عقبه به معنی نوبت، یعنی نوبت شما آمد. نوبت شما آمد به چه معنا؟ که شما زنی از کفار گرفتید، از اونجا گریخت و اینجا آمد، از شما کسی عقدش کرد. مثلا ببینید از اینجا زن زید رفته، از اون طرف یک زنی میاد، همسایه زید، برادر مسلمان زید، عمرو با او ازدواج میکنه. خب عمرو چیکار بکند؟ اون مهری که میخواد بده به شوهر این زنی که اینجا آمده، به شوهرش نده، به شوهر، به همون برادر مسلمانش که زنش گریخته به اون بده، به زید بده. یکی از معانی عقبه این است، یعنی این زنی که الان پیشش آمده، عمرو باش ازدواج کرده، خب شوهرش اونجاست، مهریه این زن را اونجا نفرسته به دارالکفر، مهریه این زن را همینجا به زید زن باخته بده، زیدی که زنش را از دست داده، که بگه زنت رفت، من یه زن از اونها گرفتم، من به جای اینکه به کفار بدم مهریه را به تو میدم، که اونها اونجا مهریه زن تو را به شوهر این زن بدن که من عقد کردم. یک معنی عقبه این هست. یکی عاقبتم به معنی معاقبه، معاقبه به معنی انتقام. معنیش اینه که شما وقتی که بر اونها حمله کردید و از اونها مال غنیمت به دست آوردید، در عوض اون مالی که زید از اونها میخواد، زنش گریخته و اونجا رفته و اونها نمیدهند مالش را، پس شما چیکار کنید؟ شما به زید بدهید، از همون از کنم غنیمت چیکار کنید؟ به زید مهریهش را بدید. خب پس دو صورت شدن. اصلش اینه که بستگی داره که شرایط روابط ما با کفار چه شرایطی هست. اگر شرایط معاهده هست، شرایط دوستی هست، روابط هست، خب یک زنی از دارالکفر فرار میکند اینجا میاد، یا یک زنی از اینجا فرار میکنه اونجا میاد، از طریق روابط کنسولی که هست باید چیکار بشه؟ هزینه های این شوهر از اون کشور گرفته بشه.
وقتی که اون کشور این زن را به عنوان تبعه خودش میپذیرد، به عنوان پناهنده میپذیرد، این زن میگه من به دین شما آمدم، پس اون باید چیکار بکند؟ نفقه این شوهر را که زن باخته هست اون کشور بده. این از طریق چی میشه؟ روابط میشه. یا زنی که از اونجا گریخته، شما مسلمانان به عنوان مسلمان او را قبول میکنید، شما باید نفقه را به اونها بدید. در صورتی که بین شما و اونها حرب بود، جنگ بود، شما روابط عرض کنم که دیپلماسی با هم ندارید، جنگ بود، خب در این صورت اون صورت دوم است. هرچی مال به دست آمد از همون مال مهریه شوهر زن باخته را شما بپردازید. لذا الله می فرماید و ان فعتکم شیء من ازواجکم الی الکفار، اگر از دستتون رفت چیزی از همسرانتان به سوی کفار، فعاقبتم، نوبت شما شد، یا اینکه شما از اونها گرفتید، مال گرفتید، انتقام گرفتید، فآتوا الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا، بدهید به اونهایی که همسرانشون رفتند، همسرشون گریخته، مثل اون چی که خرج کردند. واتقوا الله، اینجا نسخه عمل. در همه این موارد باید تقوا و خدا ترسی باشه، شوهر هم حقش تلف نشه، بیشتر از اون چیزی که هزینه کرده هم نگیرد. همه جا تقوا لازمه، حتی در معامله با کفار. واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون، شما از الله بترسید، آن اللهی که شما به او ایمان دارید، از او بترسید. یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات یبایعنک. قانون دیگر در این سوره برای بیعت با زنان مؤمنه. بعد از اینکه مکه مکرمه فتح شد، الله عزوجل دستوراتی برای بیعت زنان، چون زنان آمدن به عنوان زنان تازه مسلمان بیعت کردن با رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، مفاد بیعت را، مواردی که اونجا در بیعت ذکر شد، الله عزوجل به پیغمبرش یادآوری فرمود. ای نبی، ای پیغمبر من، اذا جاءك المؤمنات یبایعنک، هرگاه زنان مؤمنه آمدن پیش تو که با تو بیعت کنند، یبایعنک، شرایط بیعت اینه که علی الا یشرکن بالله شیئا، اولین شرط اینه که با خدا کسی را شریک نگیرند. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بر همه این مواردی که اینجا هستند بیعت کردند با زنان مکه. جمع بزرگی از زنان مکه بودند در اون روزی که با رسول الله بیعت کردند و در میان این زنان هند رضی الله تعالی عنها بود، زن ابو سفیان، کسی که قاتل اصلی حمزه رضی الله تعالی عنه به شمار میاد. اما وقتی که مسلمان شد، الله مسلمانیش را هم قبول کرد، پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم هم قبول کرد، با وجودی که خدا میدونه در دل حبیب خدا چی بود. ولی اونجا هند به عنوان سخنگوی زنها بود. ابتداء رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نمی شناخت این هنده هست. گفت که هر بیعتی که پیغمبر هر شرطی را ذکر میکرد، هر موردی را ذکر میکرد، او یه چیزی میگفت. اولین چیز این بود که علی الا یشرکن بالله شیئا. رسول الله این آیه را تلاوت کرد که اولین چیزی که از شما میخواهم این که از این به بعد شرک نکنید. هنده گفت یا رسول الله این شرط خیلی مهم است، البته نباید زن و مرد استثناء باشند، نه مردان شرک بکنند نه زنان شرک بکنند. رسول الله گفت درسته اینطور. آن حضرت تعجب کرد که این کیه که اینطور مثل شیرزن داره جواب میده. دومی مورد این بود ولا یسرقن، زنان که دزدی نکنند. این
وعده را هم داشته باشید، بر این بیعت کنید که از این به بعد سرقت و دزدی نکنید. هند گفت یا رسول الله شوهرم ابو سفیان گاهی به من مال نمیده، بخل میکند، من مجبورم که بعضی از اموالش را مخفیانه از پیشش بردارم، آیا اینم دزدی هست؟ وقتی که این گفت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خندید و گفت تو هنده هستی داری صحبت میکنی؟ گفت بله یا رسول الله من هنده هستم، هنده بنت عتبه هستم. آن حضرت صلی الله علیه وسلم وقتی که خودش را معرفی که گفت یا رسول الله دعا بکن که خداوند کوتاهی های ما را از کوتاهی ها و از جنایات ما درگذر بشه. اشاره کرد به شهادت سید الشهدا حمزه رضی الله تعالی عنه. آن حضرت صلی الله علیه وسلم چیزی نفرمود. بعد سومین شرط این بود که ولا یزنین، زنا نکنند، بی افتی نکنند. هنده در جواب گفت یا رسول الله بدکاری و بی افتی کار زنهای شریف و خانواده نیست، این را ما در زمان جاهلیت بد می دانستیم، در زمان اسلام که به طریق اولا. و سومین شرط این بود ولا یقتلن اولادهن، اولادشون را هم نکشند. هنده گفت که چون که در زمان جاهلیت زنها اولادشون را، زن و مرد اعضای خانواده، دختران را میکشتند، بعضی وقتا از فقر و از گرسنگی پسران را هم میکشتند. اینجا وقتی که گفت ولا یقتلن اولادهن، هنده گفت حال ما چه کسی را بکشیم؟ بچه ها را بزرگ کردیم، جوان شدند، در جنگ بعد شما اونها را به کام مرگ فرستاد. اشاره کرد که اگر ما نسبت به شما در احد ظلم کردیم، شما هم بچه های ما را در جنگ بدر کشتید. هرچی که ما اولاد بزرگ کردیم، تربیت کردیم، ما زنهای مکه، شما در جنگ بدر اونها را به کام مرگ فرستادید، اونها را کشتید، دیگه کی مونده که ما اولادمون را بکشیم؟ و پنجمی شرط این بود ولا یأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن، بهتانی مرتکب نشوند، بهتانی درست نکنند که یفترینه افترا بکنند بین ایدیهن و ارجلهن، بین عرض کنم که دست و پایشون، یعنی از هر طرف، منظور اینه از هر سمت و سو به هیچ کس بهتان نگویند. هنده در جواب گفت که بهتان خیلی کار بدی هست و خداوند بسیار زیبا در قرآنش ما را به مکارم اخلاق دستور میده و مکارم اخلاق را به ما آموزش میده. و آخرین شرط این بود ولا یعصینک فی معروف، در کارهای معروف ای پیغمبر تو را نافرمانی نکنند و از تو فرمان ببرند و از هر منکری که شما اونها را من میکنید باز بیایند. بعد هنده گفت یا رسول الله بعد از اینکه ما آمدیم در جلسه شما نشستیم، همه چیز را، همه نافرمانی ها را از دل در آوردیم و از این به بعد تصمیم گرفتیم با جان و دل از شما اطاعت بکنیم. لذا الله عز و جل فرمود وقتی که این شرایط را عمل کردند و به این شرایط پایبند شدند فبایعهن، با اونها بیعت کن، واستغفر لهن الله، و برای اونها از الله مغفرت بطلب، نسبت به کوتاهی هایشون از خدا آمرزش بخواه. ان الله غفور رحیم، بدون شک خداوند عز و جل بخشاینده و مهربان هست. به هر حال این قانون دیگر برای رسول الله صلی الله علیه وسلم در ارتباط با بیعت زنان بود. یا ایها الذین آمنوا، در پایان سوره الله عز و جل موضوع اول سوره را یادآوری می‌فرماید. اول سوره چی بود؟ ترک موالات، دوستی نکردن با کفار. الله می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم، ای مؤمنان شما دوستی صمیمی داشته نباشید با قومی که الله بر اونها غضب فرموده، اونها مورد خشم و غضب الله هستند. قد یئسوا من الاخره،
این قوم که خدا بر اونها غضب فرموده، اونها از ثواب آخرت ناامیدند، چون به آخرت اعتقادی ندارند. کما یئس الکفار، همان گونه که کفار ناامید هستند. کفار یعنی کدوم کفار؟ من اصحاب القبور. این من بیانیه است، یعنی اصحاب قبور. کفار مراد کدوم کفار؟ اینایی که مردند، اونایی که مردند و رفتند الان ناامیدند، چون که دیگه ایمانی برایشون نیست، مهلتی نیست. این کفاری که زنده هنوز شاید توبه بکنن، اما اونها ناامید هستند. پس این کفاری که اعتقادی به آخرت ندارند، ایمان ندارند، شما با اینها دوستی نکنید، با اینها صمیمیت داشته نباشید. خب این سوره مبارکه ممتحنه بود. البته اینو عرض نکردم ممتحنه به چه خاطر به این سوره میگن؟ بحث امتحان آمد. زنایی که میآیند به عنوان مسلمان از دارالکفر میگریزند، شما امتحانشون بکنید، فامتحنوهن. لذا شما که امتحان بکنی اون زن میشه ممتحنه، یعنی کسی که امتحان پس میده، زنی که امتحان پس میده. پس این سوره به نام اون زنی که امتحان ایمانش را پس میده نامگذاری شده. تسمیت الکل به اسم جز. صدق الله مولانا العظیم. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.